بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان گرامیان. امیدوارم هر کجا که هستید در سایه الطاف الله‌متعال موفق و پیروز و سربلند باشید و الله‌متعال رو بی نهایت سپاس به خاطر همه نعمت‌هایش و به خاطر اینکه بار دیگر این توفیق رو نصیب راه بنده و شما گرامیان قرار داد تا در برنامه دیگر از شرح معانی آیات کلام الله مجید با آیات دیگر از سوره مبارکه بقره همراه بشیم و تلاوت بکنیم آیات دیگر رو و تدبری داشته باشیم به همراه شما سروران در آیات جدید. در برنامه‌های گذشته به همراه شما گرامیان تا آیه 110 از سوره مبارکه بقره رو پیش رفتیم و موضوع رو همچنان با شما سروران ادامه خواهیم داد. در حکایت بنی اسرائیل همچنان موضوع ادامه دارد. در آیه 111 الله متعال می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. در ادامه بحث موضوع به اهل کتاب و بنی اسرائیل به صورت عموم همچنان آیات دیگری رو می‌بینیم که الله متعال درباره رد ادعاهای باطل این گروه مطرح می‌فرماید. از جمله ادعاهایی که هر کدام از آنها خود را برحق می‌دانست و مستحق جنت رفتن و دیگران را دوزخی می‌پنداشت. الله متعال در آیه 111 می‌فرماید و قالوا و گفتن اهل کتاب، چون قبل از این صحبت از اهل کتاب بود در آیه 109 ود کثیر من اهل الکتاب. اینجا قالوا برمیگرده به اهل کتاب و قالوا لن يدخل الجنة، هرگز داخل جنت نمی شوند کسی، هرگز داخل جنت نمی شود کسی الا مگر کسی که من کان هودا او نصارا، مگر کسی که از یهودیان باشد یا از مسیحیان باشد. این آیه و قالوا لن يدخل الجنة الا من کان هودا او نصارا، هرگز داخل جنت نمی شود مگر کسی که یهودی باشد. یهودیان گفتن هرگز کسی وارد جنت نمی شود مگر اینکه یهودی باشد، فقط، تمام، یعنی غیر از یهود هیچ کسی وارد بهش نمی شود، حتی مسیحیان، مسلمانان که به جای خود. و نصارا چی گفتن؟ نصارا هم گفتن که هیچ وقت کسی وارد جنت نمی شود مگر اینکه فقط مسیحی باشد. یهودیان هم جنت نمی روند، مسلمانان هم نمی روند. این ادعای آنهاست. این آیه به این معنا نیست که هر دو با هم گفته باشند که هم مسیحیان بهش میروند هم یهودیان، چون یهودیان اصلا مسیحیان رو قبول ندارن به عنوان رهیافته و رهیاب شده، زیرا موسی علیه السلام رو که قبول دارن اما عیسی علیه السلام رو میگوین نعوذ بالله ولد زناست و بانو مریم رو تهمت میزنن و عیسی علیه السلام رو میگن در قعر دوزخ میسوزد. این اعتقاد مسیحیان یهودیان است. و در دو آیه بعد هم میرسیم به این آیه و قالت الیهود لیست النصارى علی شیء و قالت النصارى لیست الیهود علی شیء. یهودیان گفتن نصارا بر هیچ باور و اعتقاد درستی نیستن، اونها گفتن یهودیان بر هیچ باور و اعتقاد درستی نیستن. به خاطر معنای این آیه میشود که گفتن لا يدخل الجنة الا من كان هودا، یهودیان گفتن فقط یهودیان به جنت میروند، مسیحیان گفتن فقط مسیحیان به جنت میروند.
این بحث بسیار مفصلی است. ببینید این همه آیات از ابتدای سوره مبارکه بقره، از ابتدای قرآن کریم، بعد از بیان آغاز آفرینش و خلقت انسان روی زمین، این همه نقل قول درباره بنی اسرائیل به خاطر این است که اینا الان هستند. قرآن کریم وقتی که نازل شده و آمد، یهودیان و مسیحیان بودند و اینها با هم درگیر بودند و اینها همچنین اعتقاداتی داشتند. اینها پیروان در ابتدا انبیای الهی رو پیروی کردند، اما بعد از او به انحراف رفتند. بلکه یهودیان همون ابتدا هم انبیای الهی رو عده اندکی از آنها پیروی کردند، از راه در رفتند، کتاب رو تحریف کردند، دعوت انبیای الهی رو به انحراف کشاندند، وارد کفر و شرک شدند. پیامبر دیگری آمد، پیامبران پشت سر هم آمدن برای اصلاحات، برای اینکه آن باورهای نادرست رو اصلاح کنند، اما باز هم اینها عده‌ای رو کشتن، عده‌ای رو تکذیب کردن، عده‌ای رو تهمت زدن. ما دیدیم حکایت اینها رو. اینها رو علی مطال برای ما ذکر میکنه تا ما حقیقت اینها رو بدانیم، تا بدانیم که نه یهود، نه نصارا و مسیحیان، نه یهودیان و نه مسیحیان امروزی، یهودیان و مسیحیان بعد از نزول قرآن، بعد از آمدن محمد مصطفی علیه السلام، اینها موحد نیستند، مسلمان نماندن، کافر شدن، از راه در رفتن. این توهین به مسیحیان و یهودیان امروزی نیست. این که قرآن میفهمد اینها کافر شدن، توهین با آنها نیست. کفر یک انتخابی است که خود اینها انجام دادن. خود یهودیان و مسیحیان بعد از نزول قرآن تا به امروز و تا قیامت اگر بر این اعتقاد بمانند کافر هستند. قرآن میفهمد و آیات فراوانی رو برای کفرشون تا اینجا ذکر کردیم و باز هم ادامه دارد. این انتخاب خود آنهاست. خود اونها خواستن تا پیرو کتاب تورات نباشند و ایمان نیاورند با آنچه تورات وعده داده بود پیامبر آخر زمان. خود مسیحیان خواستن ایمان نیاورند با آنچه انجیل وعده داده بود عیسی علیه السلام به قرآن و پیامبر آخر زمان. خودشان نخواستن ایمان بیاورند. از آنها عهد و پیمان گرفته شده بود که به پیامبر آخر زمان ایمان بیاورید، به پیامبر جدید، به کل پیامبران ایمان بیاورید، اما اینها ایمان نیاوردند و همچنین ادعایی هم باز دارند. یهودیان گفتن فقط ما جنت میرویم، مسیحیان گفتن فقط ما جنت میرویم. الله متعال در برابر این ادعای باطل آنها میفهمد تلک امانیهم، این کلام آرزوهای باطل آنهاست، خیالهای خام آنهاست. تلک امانیهم، الله متعال 3 تا پاسخ میدهد به این ادعای یهودیان و مسیحیان که فقط خودشان را جنتی میدانند. یهودیان فقط خودشان را، مسیحیان هم فقط خودشان را. الله متعال میفهمد این امانی آنهاست. امانی آرزوهای باطل، خیالهای خام. تلک امانیهم، اینها اون آرزوها و خیالها و اوهام باطل و خام اینهاست. یک آرزوست، این آرزو دارن که فقط خودشان بهش برن. خب با آرزو که نمیشه که فقط من یک آرزو داشته باشم. تلک امانیهم، این اولا که فرمود که این خیال باطل است، این ادعای باطل است. وقتی فرمود امانیهم یعنی چی؟ یعنی این که شما فکر میکنید فقط ما بهش میریم، همچین چیزی نیست. بله، یهودیانی که زمان موسی علیه السلام به ایشان ایمان آوردن و عمل کردن بهشتی هستند، شکی در این نیست. مسیحیانی که زمان عیسی علیه السلام به ایشان ایمان آوردن و عمل کردن بهشتی هستند، شکی در این نیست. اما بعد از آمدن محمد مصطفی علیه السلام هیچ یهودی و هیچ مسیحی نیست مگر اینکه بعد به رسول الله علیه السلام ایمان بیاورد. یهودی واقعی و مسیحی واقعی. رسول الله علیه السلام فرمود بعد از بعثت من والله هیچ یهودی و مسیحی نیست که دعوت من به او برسد و من ایمان نیاورد مگر اینکه وارد دوزخ می شود. هر یهودی که به عیسی علیه السلام ایمان نیاورد بعد از آمدن عیسی علیه السلام دیگر جنتی نیست. هر مسیحی که ایمان نیاورد به محمد مصطفی علیه السلام بعد از آمدن محمد مصطفی علیه السلام دیگر مسلمان نیست. یهودی مسلمان بود زمان موسی علیه السلام. وقتی عیسی علیه السلام آمد باید به عیسی علیه السلام ایمان می آورد و به انجیل. اگر ایمان آورد که خب مسلمان ماند، اگر نیاورد دیگر کافر شد. هر مسیحی که زمان عیسی علیه السلام بود و مسلمان زمانه خود بود، اگر با همین حالت از دنیا رفت، ایمان به عیسی علیه السلام و عمل به دستوراتش، خب جنتی است.
اگر بعد از آمدن محمد مصطفی علیه السلام و قرآن باید ایمان می آورد، چون قرآن میفهمد که در انجیل آمده بود که باید ایمان بیاورید پیامبر بعدی. اگر ایمان نیاورد کافر است، تمام. به خاطر انکار پیامبر، به خاطر انکار قرآن، به خاطر انکار رسالت یک نفر، رسالت کل انبیا است. کسی یک پیامبر انکار کنه کل انبیا رو انکار کرده. کسی یک پیامبر رو انکار کنه کل انبیا رو انکار کرده، زیرا الله متعال درباره قوم نوح میفهمد کذبت قوم نوح المرسلین. قوم نوح تمام انبیا رو انکار کردند، در حالی که فقط یک پیامبر انکار کردند، نوح علیه السلام. و میفهمد کذبت عاد المرسلین، عاد تمام انبیا رو انکار کردند، در حالی که فقط یک پیامبر انکار کردند، هود علیه السلام، پیامبر خودشون. انکار یک پیامبر انکار هم است، انکار یک ملک انکار هم است. مگر ندیدیم که الله متعال فرمود من کان عدوا لله و ملائکته و رسله و جبریل و میکائیل. کسی دشمن الله، ملائکه او، پیامبران او و میکائیل و جبرائیل باشد، جبرائیل و میکائیل باشد، فإن الله عدو للکافرین، کافر است و الله دشمن اوست. انکار یک پیامبر انکار هم است، انکار یک ملک انکار هم است، انکار یک کتاب آسمانی انکار هم است. این نیست که یکی رو قبول بکنه یکی رو قبول نکنه، نه، این همچین چیزی وجود نداره. ان الذين يكفرون بالله و رسله، در آیه 150 در سوره مبارکه نساء میفهمد کسانی که به الله و رسولش کافر شدن و یریدون یفرقوا بین الله و رسله، میخوان بین الله و پیامبرانش تفرقه بیاندازن. و یقولون نؤمن ببعض و نؤمن و نکفر ببعض، میگن برخی رو قبول میکنیم ایمان میآوریم، برخی رو قبول نداریم و ایمان نمیآوریم. و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، میخوان یک راه برای خودشون دیگری پیدا بکنن این وسط. برخی از پیامبران که باب تابعشون رو قبول کنن، برخی رو قبول نکنن، برخی کتابای آسمانی رو قبول داریم، برخی رو قبول نداریم. اولئک هم الکافرون حقا، اینا کافران حقیقی همین ها هستن. هر کسی که انبیا رو همه رو قبول نکنه یا کتابای آسمانی همه رو قبول نکنه کافر است. آیه 150 و 51 سوره مبارکه النساء. الله متعال میفهمد خب تلک امانیهم، این آرزوی باطل شماست. قل هاتوا برهانکم، بگو بیاورید دلیل خود را، برهان حجت خود را. این کنتم صادقین، اگر شما راست میگویید. ای یهودیانی که شما فکر میکنید فقط شما بهش میروید، دلیلی که شما فقط بهش میروید چیست؟ دلیل بیاورید. کجای تورات گفته فقط شما بهش میرید؟ کجای انجیل همچین چیزی است؟ کجای قرآن همچین چیزی است؟ کدام پیامبر گفته است؟ پس کجا میگید؟ همینطور که نمیشه شما یک ادعایی بکنید بدون دلیل. دلیلی بیاورید. این مثل این یعنی که شما میگید فقط ما به جنت میرویم. دلیل بیاورید. از کتاب آسمانی دلیل بیاورید. اصل کتاب، نه آنچه که شما خودتون اضافه کردید و تحریف کردید. نه، دلیل بیاورید. از قرآن دلیلی بیاورید. قرآن کتاب آسمانی هست یا نیست؟ قرآن کلام الله متعال هست یا نیست؟ محمد مصطفی پیامبر الله متعال بوده است یا نبوده است؟ کجا محمد مصطفی گفته یهودیان بهش میروند؟ یهودیان بعد از خودش، بعد از آمدنش. کجا محمد مصطفی علیه السلام گفته مسیحیان بعد از آمدن خودش به بهشت میروند؟ کجا قرآن کریم گفته است؟ نیست همچین چیز. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، شما دلیلی ندارید برای آنچه که میگویید. اگر راست میگویید قل هاتوا برهانکم، حرف با سند بزنید. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. این بخش آیه به عنوان یک قانون است، یکی از قوانین قرآنی است. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. هر کسی ادعایی دارد باید دلیلی برای اثبات ادعای خود داشته باشد. اگر راست میگوید شما دلیل بیاور. شما اگر راست میگوید دلیل بیاور. دلیل محکم پسند، دلیلی که بپذیریم از کتاب‌های آسمانی، از انبیاء الهی، دلیل بیاور. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. در ادامه الله متعال میفهمد خب شما که دلیلی ندارید، اما حقیقت این است بله اون گونه ای نیست که شما ادعا میکنید، بلکه من اسلم وجهه لله، هر کسی که تسلیم کند وجهه، وجه به چهره میگویند، چهره اش را. اینجا تسمیه کل به جزء است. کل بدن رو، ذات رو، نفس رو الله متعال با بخشی از بدن که سلطان ظاهر بدن است، چهره انسان زیباترین بخش بدن انسان چهره انسان است.
الله متعال کل ذات رو با چهره نام میبرد. تسمیه کل به جزء، مثل نماز رو که رکوع نماد نماز می شود یا سجده به معنای نماز می آید. به جای اینکه کل رکنهای نماز بیاید، یک بخشی از نماز به عنوان نماز ذکر می شود. حتی در حدیث تسبیح به عنوان نماز ذکر شده است. الله متعال می فرماید هر کسی که خود را من اسلم وجهه لله، هر کسی که خود را تسلیم الله متعال کند، هر کسی که تسلیم الله متعال بشود و هو محسن، و او انسان نیکوکار باشد، نیکوکاری کند، احسان کند، اخلاص داشته باشد در عبادت خود، احسان داشته باشد. محسن از احسان گرفته شده. احسان چیست؟ ما در یک حدیث معروف و مشهوری داریم، حدیث صحیح است که متفق علیه است، امام بخاری و مسلم هر دو نقل کردند. حدیث جبریل معروف است. حدیث جبریل علیه السلام، روزی جبرائیل علیه السلام به شکل انسانی سفید پوش، لباسهای سفید بسیار روشن، مرتب، شیک، به قول امروزی اتو کشیده، موهای شانه شده مرتب وارد شد. وارد مسجد نبی رسول الله علیه السلام نشستن و یاران دور برشان. عمر رضی الله عنه میفرماید که من دیدم که یک دفعه بر ما داخل شد انسانی که لباسهای سفید بسیار روشنی پوشیده است، موهای روشن سیاه تیره‌ای دارد، بسیار مرتب است، آثار سفر بر او هویدا نیست. معلوم است که مسافر نیست، چون مسافر وقتی از دشت و کوه می آمد با لباسهای ژولیده و سر روی گرد و غبار و خاکی، هواپیما نبود که همینطور قشنگ شیک و مرتب نشسته باشه داخل هواپیمای خصوصی و از اون ماشین شخصی و همینطور اتو شده سوار بشه، اتو شده پیاده بشه. الاغ بود و شطوری بود، اسبی بود، در بیابان میرفتن گرد و خاک و نشستن و مسیرهای طولانی و هر کسی که از سفر می آمد وارد شهر میشد از قیافه او میفهمیدن که این سفر آمد. عمر میفهمید نه آثاری از سفر در او هست، من لا یعرفه منا احد، و نه کسی از ما او را میشناسد. وقتی مسافر نیست و بعد اهل مدینه باید باشد. این تیپ و قیافه به این معناست که یکی از خانه خودش از شهر از مدینه از خانه خود خارج شده، مرتب اتو شده، شست و رفته آمده اینجا. کسی هم از ما نمیشناسد او را. کسی از ما نمیشناسد او را یعنی اینکه اهل مدینه نیست. و وقتی اهل مدینه نیست، عجیب‌تر این است که مسافر میهمان اهل مدینه هم نیست، چون کسی ما رو اون نمیشناسه. میهمان هیچ کسی نبود. اگه میهمان اهل مدینه نیست، در خانه‌های مدینه نبوده، اهل مدینه هم نیست، از سفرم که نمیتونه آمده باشه با این تیپ مرتب و شست رفته. این کیست؟ از کجا آمده اصلا؟ این کیه که ما در مدینه این رو نمیشناسیم؟ خانه هیچ کسی نبوده. از کجا آمده این آدم؟ اگه از بیرون آمده چرا انقدر شست رفته و مرتبه؟ اگه داخل مدینه بوده چرا کسی نمیشناسه؟ ما در حیرت ماند. جبرئیل علیه السلام است. عمر میفرماید که آمد نشست، دو زانو پیش رسول علیه السلام، زانو به زانو چسباند. سوال کرد. پرسید بل ایمان چیست؟ رسول علیه السلام جواب داد که ایمان ارکان ایمان 6 کانه. گفت ایمان این است که به الله ایمان بیاوری، ملائکه و ایمان بیاوری، کتاب‌های آسمانی ایمان بیاوری، پیامبران الهی ایمان بیاوری، به روز آخرت ایمان بیاوری و به قضا و قدر الهی ایمان بیاوری، شرش و خیرش نسبت به انسان. فرمود صدقت، راست گفتی. عمر میفهمه من تعجب کردم. خودش سوال میکنه و خودش میگه راست گفتی. تو اگر جواب رو بلدی چرا سوال میکنی؟ اگر پاسخ رو میدانی چرا میپرسی؟ و کیستی که تو وقتی رسول الله جواب میده تو به رسول الله میگی راست گفتی؟ ما همینجا در حیرت ماندیم. سوال بعدی، ولی اسلام چیست؟ رسول الله علیه السلام فرمود شهادت ان لا اله الا الله، شهادت لا اله الا الله بگویی به زبان و نماز بخوانی، زکات پرداخت کنی و روزه رمضان رو بگیری و حج رو انجام بدی اگر استطاعت داشته باشی. عبادت‌های ظاهری، ارکان پنجگانه اسلام. ارکان ایمان عبادت‌های قلبی است. ایمان عبادت‌های قلبی است، در قلب است. همه ارکان ششگانه ایمان و اسلام عبادت‌های ظاهری است. وقتی اسلام و ایمان با هم یک جا جمع بشه، ایمان به معنای عبادت قلبی حساب می شود و اسلام عبادت‌های ظاهری، دست و پا و بدن. وقتی با هم جمع بشن کلمه اسلام و ایمان معنای عبادت باطنی میدهد و اسلام عبادت‌های ظاهری. وقتی با هم جدا باشن، ایمان تنها ذکر بشه اسلام رو هم در بر میگیره، اگر اسلام تنها ذکر بشه ایمان رو هم در بر میگیره. این معروف هست نزد فقها مفسرین که اذا تفرقا اجتمعا و اذا اجتمعا تفرقا. وقتی جدا باشن هر دوی هم معنی هم معنی. وقتی ایمان تنها بیاد هم عبادت ظاهری و باطنی مراد می شود
و اسلام هم اگر تنها بیاد هم عبادت ظاهری هم باطنی، اما وقتی با هم بیاین اون موقع ایمان به معنای عبادت باطنی است، اسلام به معنای عبادت ظاهری. در ادامه حدیث که محل شاهد بنده از این حدیث بود، فرمود که مل احسان، احسان چیست؟ در بعضی روایت‌ها اول اسلام اومده بعد ایمان، احسان در پایان ذکر شد. احسان چیست؟ فرمود ان تعبد الله کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. احسان این است که تو الله متعال رو به گونه عبادت کنی که گویی تو او را می‌بینی و اگر تو او را نمی‌بینی یقینا او تو را می‌بیند. فرمود صدقته، راست گفتی. و بعد درباره قیامت پرسید و علائم قیامت و حدیث مفصل است. محل شاهد من از این حدیث این بود که احسان رو رسول الله علیه السلام این گونه تعریف کرد در پاسخ به جبرائیل علیه السلام. بعد از اینکه سوالات تمام شد و حرکت کرد رفت، رسول الله علیه السلام رو به مردم کردن، فرمودن که آیا شناختید که بود؟ گفتن نه یا رسول الله. فرمود جبرائیل بود، آمده بود تا دینتان را به شما یاد بدهد. عمر میفرماد من سریع از مسجد خارج شدم تا شاید بتوانم او رو در خیابان‌های مدینه ببینم و دستی بدهم او رو در آغوش بگیرم. جبرائیل علیه السلام با آن عظمت تا رفتیم بیرون رفته بود. و از حدیثی است که درس‌های زیادی در اون هست، یک سلسله‌ای از درس‌ها دارد. خلاصه کل دین است. این حدیث خلاصه کل دین است. مهم اینه که احسان رو در اون حدیث رسول علیه السلام فرمود الله رو گونه عبادت بکنی که گویی تو او را می‌بینی. اوج اخلاص، اوج حضور قلب، خشوع. اینجا میفهمد و هو محسن، بله من اسلم وجهه لله، هر کسی که تسلیم کنه خود رو در برابر دستورات الله متعال اطاعت بکنه تمام اوامر الهی رو، در حالی که هو محسن، نیکوکار است، اخلاص کامل دارد. اخلاص و اطاعت، فرمانبرداری از سنت رسول علیه السلام. الله چطور اطاعت میکنه؟ رسول الله باید به او بگه چگونه اطاعت کنه. برای قبولی هر عبادت، هر عمل دو شرط لازم است: اتباع از رسول علیه السلام و دوم حکایت اخلاص در راه الله متعال. اخلاص لازم است و اتباع لازم است. اگر اتباع نباشد، اخلاص بدون عملی که بر اساس سنت است می شود بدعت. اگر اتباع باشد و اخلاص نباشد می شود نفاق. این نکته بسیار نکته مهم است. منافق ظاهرا نماز میخواند اما در باطن اصلا ایمان ندارد، اخلاصی وجود ندارد، ایمانی وجود ندارد، اما ظاهرش درست. ظاهر عبادتاش بر اساس آن چیزی است که در حدیث ذکر شده. برای قبول یک عبادت دو شرط لازم است. یکی این که اتباع رسول علیه السلام رو داشته باشه، دومی که مخلصانه باشه. اتباع نباشه، اخلاص تنها کافی نیست، چون میشد بدعت، خرافات. و اگر اتباع باشه اخلاص نباشه باید بشه نفاق. بله من اسلم وجهه لله، اطاعت کامل از الله متعال که اطاعت دستورات رسول الله علیه السلام است، و هو محسن، و اخلاص و احسان. فله اجره عند ربی، هر کسی که این کارو کرد فله اجره عند ربی. هر کسی که تابع اوامر الله متعال باشد، قرآن کریم، سنت رسول علیه السلام، و اخلاص داشته باشه، فقط به خاطر الله مشرک نباشه، به خاطر غیر الله انجام ندهد، فله اجره عند ربی، پاداش او نزد اللهش محفوظ است، نزد پروردگارش محفوظ است. این در ربه، نزد پروردگار محفوظ است، امانتی است نزد الله متعال، نزد الله متعال. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، و هیچ ترسی بر آنها نیست، از آینده نمی ترسند. خوف از آینده است، ترس از آینده است. خوف یعنی ترس از آینده است، پیش رو است. از مرگ نمی ترسد، از لحظه مرگ نمی ترسد، از قبر نمی ترسد، از بیرون شدن از قبر نمی ترسد، از حساب و کتاب نمی ترسد، از پل صراط نمی ترسد. همه آنچه پیش روی اوست دیگر نمی ترسد. ولا هم یحزنون، و ناراحت از گذشته خود هم نیست. انسان مؤمن ترس از آینده ندارد و از گذشته خود ناراحت نیست، چون الله متعال تمام گذشته او را میبخشد. فاولئک الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، در آیه 70 سوره مبارکه فرقان. بنده بر این باورم که آیه 70 سوره مبارکه فرقان آیه است که بیشترین امید را به انسان میدهد در آیات کلام الله مجید. از اون آیاتی است که آیه 53 سوره مبارکه زمر رو داریم که میفهمند قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا.
آیه است که بسیار امید میدهد. بگو ای بندگان من، کسانی که در گناه بسیار تجاوز کردید، از خط سرخ حتی در گناه هم اسراف کردید. بندگان من، کسانی که در گناه بسیار تجاوز کردید، زیاد گناه کردید، از رحمت من البته باز من ناامید نشوید که من همه گناهان شما را میبخشم. هر چقدر گناه کرده باشید، هر چقدر بدی کرده باشید، حتی در گناه هم اگر اسراف کرده باشید، خط سرخ‌های گناهان رو هم رد کرده باشید، باز هم بنده منید، برگردید شما را میبخشم. این آیه خیلی امیدوار کننده است. آیه 53 سوره زمر است. از این امیدوار کننده تر آیه 70 سوره مبارکه که فرقان است. الا من تاب و آمن، کسی توبه کنه و آمنه و عمل عملا صالحا، توبه کنه از گذشته خودش، توبه کنه یا رب من دیگه اشتباه رو نمیکنم، تلاش کنه دیگه تکرار نشه، ولی اینکه 100 بار دیگه هم به زمین بخورد، هر باری که به زمین میخوره برمیخیزه، تلاش میکنه دیگه نشه، هر بار توبه میکنه خالصانه که یا رب من دیگه گناه رو انجام نمیدم، ببخش من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، ایمان میاره عمل صالح انجام بده. ادامه آیه این بخشش خیلی امیدوار کننده است. و اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، هر کسی که توبه بکنه خالصانه بعد به سوی الله متعال برگردد، الله متعال تمام گناهان او رو نه تنها میبخشد، آنچه در سوره زمر آیه 53 اشاره شد، یک مرحله این آیه یک مرحله جلوتر از اون آیه است، بعد از اون آیه است. اونایی میفهمد ان الله یغفر الذنوب جمیعا، تمام گناهانشو میبخشه. یک فردی بده کار است 1 میلیارد 2 میلیارد 100 میلیارد بدهیش بخشیده میشه، اون آیه این رو داره، گناهش بخشیده میشه. آیه 70 سوره فرقان میفهمد نه، فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، نه تنها تمام گناهانش بخشیده میشه، همه اون گناهان تبدیل به نیکی میشود. یک مرحله جلوتر از اون آیه است. تنها اون قرضهای طرف نه تنها همه بخشیده میشه، به اندازه قرضهای او به او پول داده میشه، تا کسی نگوید خب گناهان من بخشیده شد ولی من الان 60 سال 70 سال گناه کردم، الان دست خالی فلانی 60 70 سال عبادت میکنه، اون از من خیلی پیش است. الله متعال میفهمه تو خیلی گناه کردی، همه گناهان تو میبخشم، خیلی گناه بود، همه اونها بشه نیکی، تمام اونا رو همه رو نیکی حساب کن، در پرونده تو نوشته میشه. این آیه دیگه هیچ بهانه‌ای برای کسی نگذاشته الله متعال. آیه 70 فرقان الله متعال میفهمد بله من اسلم وجهه لله، کسی که توبه کنه، خودش رو تسلیم کنه در برابر الله متعال و هو محسن، کارای نیک انجام بده، خالصانه اخلاص داشته باشه، اطاعت از رسول علیه السلام داشته باشه، فله اجره عند ربه، پاداش محفوظ است. ولا خوف علیهم، نه از آینده نگران است. وقتی کسی رابطه خود رو با الله متعال درست میکنه، اصلاح میکنه، توبه میکنه، برمیگرده، اعتماد میکنه، توکل میکنه، خود رو میسپاره به الله متعال، چرا بترسه؟ چرا بترسه از مسیری که الله متعال مالک این مسیر است؟ به این رابطه او با الله متعال پررنگ است. چرا از قبر بترسه در حالی که الله متعال محافظ اوست؟ بلکه ملائکه رو میفرماید که ملائکه همراه او هستند. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، در سوره مبارکه فصلت میفرماید کسانی گفتن پروردگار ما الله است و استقامت کردند در این مسیر، تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه در هنگام مرگ بر آنها نازل میشوند، با آنها میگویند لا تخافوا ولا تحزنوا، نترس، ناراحت گذشته هم نباش، از آینده هم نترس، و ابشروا بالجنه، بشارت باد بر تو جنتی که به تو الله متعال وعده داده، نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا، ما یار یاور تو هستیم در دنیا، و فی الاخره، تا آخرت هم با تو هستیم، در قبر هم با تو هستیم، در سرای محشر هم با تو هستیم، در جنت هم با تو داخل میشیم. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون، در جنت هم هر چی بخوای به تو اراده بکنی به تو میداد، هر چی طلب کنی الله متعال به تو خواهد داد. نزلا من غفور رحیم، میهمانی است، پذیرایی است از جانب پروردگاری که بسیار بخشنده و مهربان است. به همین خاطر انسان مؤمن لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه از آینده ترسی دارد نه از گذشته نگران. گذشته رو الله متعال پاک کرده، گناهان رو تبدیل به نیکی ها کرده. این معامله الله متعال با هر کسی است که به سوی او برگردد. الله متعال میفهمد اینطور نیست که شما ادعا بکنی من به بهشت میرم، اون به بهشت میره، این به بهشت میره. نه، الله متعال قانون میگذارد هر کسی که من الله متعال رو به عنوان پروردگار، تنها پروردگار آسمان و زمین، تنها خالق، تنها معبود پذیرفت، به یگانگی فقط من عبادت کرد، الله متعال از شرک بدش میاد، دوست نداره کسی رو در صفات با او کسی شریک بکنه. الله متعال از شراکتش خوشش نمیاد، متکبر است، جبار است، خالق آسمان ها و زمین است، کسی نقشی نداشته در خلقت آسمان و زمین، فقط اوست که آسمان و زمین رو خلق کرد. به همین خاطر نمیپذیره شرک. هر کسی موحد باشد، شرک نکنه،
کتاب‌های آسمانی همه رو قبول داشته باشه، رسالت انبیاء الهی رو قبول داشته باشه، مسیری که به متعال رو فرستاده، انبیاء خود رو، کتاب‌های خود رو همه رو بپذیره، خود رو تابع اوامر او بکند. کتاب او قرآن کریم رو که فرستاده است و خودش محافظت او رو به عهده گرفته و سالم مانده است و رسالت پیامبر او محمد مصطفی علیه السلام رو بپذیره، عمل بکنه، میره بهشت. غیر از این باشد کسی بوی بهشت نمیبره. کسی که پیرو قرآن نیست، کسی که پیرو محمد مصطفی علیه السلام نیست، به بهشت نمیرود. یهودی باشد، مسیحی باشد، مشرک باشد، هر کتاب، هر اسمی میخواد روی خودش بگذاره. کسی که قرآن رو به عنوان کتاب آخر قبول ندارد، محمد مصطفی علیه السلام رو به عنوان پیامبر آخر قبول ندارد، بهشت نمیرود. این کلام الله متعال است. ده ها دلیل تا حالا در این باره ذکر شده است. در همین جزء اول قرآن کریم ما چقدر از این دلایل داشتیم برای کفر اهل کتاب. و این هم دلیل دیگه نیست که معنی این آرزوی باطل شماست که فکر میکنید شما بهشت میروید. در ادامه الله متعال میفهمد و از جمله ظلم و ستمی که اینها باز میکردن این بود. و قالت الیهود، و یهودیان میگفتن، قالت الیهود لیست النصارى علی شیء، نصارا بر هیچ عددی نیستن. نصارا، مسیحیان هیچ عددی نیستن. یهودیان میگویند مسیحیان بر هیچ چیزی نیستن. نه اعتقادی دارن، نه عبادتی دارن، نه دینی دارن، هیچی ندارن. هیچ، در بحث دین صفرن. لیست النصارى علی شیء، هیچ چی نیستن. هیچ اعتقاد باور اینا هیچ چی نیست، اصلا قابل قبول نیست. اینا کافر مطلقاً. و قالت النصارى، مسیحیان گفتن لیست الیهود علی شیء، یهودیان عددی نیستن. قبل از اینکه به شأن نزول این آیه بپردازیم و شرحش، یک نکته صرف و نحوی رو اشاره بکنم که برخی از به اصطلاح روشنفکران باز فکر نکنن که کشف عجیبی کردن به خاطر جهل و نادانی آنها نسبت به ادبیات عرب فکر بکنن در قرآن تناقض وجود دارد، در قرآن اشتباهات صرف و نحوی وجود دارد، گرامری. قالت فعلی است که برای مؤنث استفاده میشه. الیهود جمع یهودیان است، کلمه یهود مذکر است. بعضی شاید این رو سوال در ذهنشون ایجاد بشه، برخی به اصطلاح روشنفکران بعضی جا میبینم این چیزا رو مینویسن. کان قرآن اشتباه صرف و نحوی دارد. کسی که ادبیات عرب بلد باشد خوب میداند که الیهود، کلمه یهود از لحاظ ادبیات عرب جمع مکسر است. جمع سالم داریم و جمع مکسر در ادبیات عرب. جمع مکسر وقتی برای او فعل استفاده می شود، هم می تواند فعل برای او واحد مؤنث استفاده شود، هم واحد مذکر. هم می شود گفت قال الیهود، هم می شود گفت قالت الیهود. کسانی که میگن قالت الیهود، قالت فئة من الیهود، این رو مراد میگیرن. و کسایی که میگن قال الیهود، میگن قال جمع من الیهود. به همین خاطر قالت اینجا مؤنث استفاده شده، چون جمع مکسر برای او فعل مؤنث واحد استفاده میشه. و قالت الیهود، یهودیان گفتن لیست النصارى علی شیء. در شأن نزول این آیه آمده است گروهی از مسیحیان منطقه نجران در جنوب شبه جزیره آمدن به ملاقات رسول الله علیه السلام در مدینه و طبیعتا در مدینه یهودیان هم بودن. وقتی صحبت با رسول علیه السلام شروع شده بود، عده‌ای از یهودیان آمدن به مناظره با مسیحیان پرداختن. صحبتشون بالا گرفت. اینها خود رو برحق دانستن، اونها خود رو برحق دانستن، اینها بالا گفتن، اونها بالاتر رفتن، اینها به اونها فحش دادن، اونها به اینها فحش دادن. در محضر رسول علیه السلام. و کار به جایی رسید که یهودیان به عیسی علیه السلام اهانت کردند و مادرشون بانو مریم و کفر گفتن و گفتن شما کافر هستید، عددی نیستید، هیچی نیستید. از اون طرف عده‌ای از مسیحیان هم برگشتن گفتن که شما یهودیان بر هیچ چیزی نیستید و نعوذ بالله به موسی علیه السلام اهانت کردند. اینجا بود که این آیه مبارکه نازل شد. قالت الیهود لیست النصارى علی شیء و قالت النصارى لیست الیهود علی شیء. یهودیان میگویند که نصارا بر هیچ عددی نیستن، هیچ جایگاهی در دین ندارن، اعتقادی ندارن. یهودیان مسیحیان رو کافر میدانن و این بزرگترین دلیل است از قرآن کریم که یهودیان مسیحیان رو کافر میدانن و حقیقت هم این گونه است. یهودیان حتی باور دارن که بر این باور هستن که ما عیسی علیه السلام رو کشتیم. خب مسیحیان و یهودیان بر این باورن که عیسی علیه السلام کشته شده است و یهودیان میگن ما او رو کشتیم، مسیحیان هم میگن که یهودیان او رو کشتند.
و قرآن کریم میفهمد که نه، اصلا کشته نشد. علیه متعال او رو در اون لحظه‌ای که می‌خواستن ایشون رو شهید بکنن، جبرئیل علیه السلام فرستاد و جبرئیل ایشون رو برداشت و سقف خانه سقف باز شد و به آسمان برد و الان در آسمان است و هنوز زنده است و در آخر زمان دوباره به زمین برمیگردد. این اعتقاد اهل سنت است. یکی از نشانهای قیامت ناظر شدن عیسی علیه السلام در مسجدی در دمشق است. بر مناره شرقی مسجد دمشق نازل می شود و می آید. و در آیه 156 سوره مبارکه نساء به بعد الله متعال می‌فرماید که و به کفر و قول علی مریم بهتان عظیم، کفر یهود بر مریم و بهتان عظیمی که زدن و قولهم ان قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، بهتانی که مریم می‌زدن میگفتن نعوذ بالله عیسی ولد زناست، پسر زناست و نعوذ بالله مریم زنا کرده است و از او عیسی به دنیا آمده است. و بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، و قولی که میگفتن تمسخر میکردن، در روی تمسخر میگفتن ما این پیامبر الله این مسیح رو کشتیم و ما قتلوه و ما صلبوه، الله متعال میفهم نکشتن، برو به صلیب نکشیدن و بر رفعه الله الیه ولکن شبه لهم، برای اونها کسی که جاسوسی کرده و تشبیه شد به اون فرد و او رو به دار کشیدن، بر رفعه الله الیه، الله متعال او را به سوی خود بالا برد. در این آیه مسیحیان هم باز برگشتن همین پاسخ رو دادن و عجیب این است، خب یهود که گفتن نصارا بر چیزی نیستن، این حرفشون خب حرفی بود که حرفی بی اساس بود، چون در کتاب تورات آمده بود که بعد به مسیح علیه السلام ایمان می آوردن، بعد انجیل رو میپذیرفتن ولی این کارو نکردن، کافر شدن به عیسی علیه السلام و به انجیل و از مسیر اسلام خارج شدن، کلا کافر شدن. و قالت النصارى لیست الیهود علی شیء، این دیگه باز عجیب است. نصارایی که مسیحیانی که به تورات احترام دارن، به موسی علیه السلام احترام دارن، اینها دیگه چرا باید همچین حرفی بزنن؟ اینش عجیب است. و طبیعتا اینها یعنی چرا باید توهین بکنن به موسی علیه السلام؟ در بحث و مجادله بودن این کارو کردن. اینها مقالت النصارى لیست الیهود علی شیء، در یک بخشی این کلام نصارا درست است. مقالت النصارى لیست الیهود علی شیء، نصارا بعد از آمدن عیسی علیه السلام و انجیل، یهودیان اگر یهودیان واقعی می بودن باید مسیحی می شدن، بعد ایمان می آوردن به پیامبر بعدی یعنی عیسی علیه السلام و به کتاب بعدی انجیل بعد ایمان می آوردن. اما چون ایمان نیاوردن به خاطر انکار پیامبر بعدی و کتاب بعدی کافر شدن. تا اینجا قول نصارا درست است، لیست الیهود علی شیء، چون پیامبر بعدی خود را انکار کردن، ایمان نیاوردن، باور نداشتن. اما همین اعتراضی که الان نصارا بر یهود میکنن بر خود نصارا وارد است. شمایی که میگید یهود به خاطر اینکه پیامبر بعدی رو قبول نکرد، کتاب بعدی رو قبول نکرد کافر شد، چرا خودتان الان پیامبر بعدی و کتاب بعدی رو باز قبول نکردید؟ خودتان هم باز رسول الله علیه السلام محمد مصطفی علیه السلام و قرآن کریم رو قبول نکردید. همون دلیلی که شما میگویید یهود بر هیچ چیزی نیست بر خود شما هم وارد است. به همین خاطر در سوره مبارکه مائده الله متعال فرمود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، آیه 67 سوره مبارکه مائده، آیه تبلیغ، آیه بسیار معروفی است. الله متعال میفرماید که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ای رسول آنچه به شما نازل شده را تبلیغ بکن، هیچ ترسی از هیچکی نداشته باش. بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این کار را نکنی، ابلاغ نکنی آنچه به شما گفته شده است، گویی که اصلا رسالت تو ناقص مانده است. الله یعصمک من الناس، و هیچ ترسی نداشته باش از مردم. این چی است که انقدر تاکید می شود روی این موضوع؟ ادامه آیه بعد میاد، آیه 67 بودین، آیه 68 میاد قل یا اهل الکتاب، بگو ای اهل کتاب، ای کسانی که مدعی پیروی موسی علیه السلام و توراتید، ای کسانی که مدعی پیروی عیسی علیه السلام و انجیل هستید، قل یا اهل الکتاب لستم علی شیء، شما بر هیچ چیزی نیستید. این تعبیری که یهودیان میگفتن و قالت الیهود لیست النصارى علی شیء و قالت النصارى لیست الیهود علی شیء، الله متعال فرمود ای پیامبر من بگو نه توی یهود نه توی نصارا هیچ کدوم شما بر هیچ چیزی نیستید. قل یا اهل الکتاب لستم علی شیء، این فتوای سنگینی بود. این موضوع گفتنش برای کسانی که میگفتن نحن ابناء الله و احباؤه، ما فرزندان الله و محبوبان درگاه الله هستیم،
برای کسانی که میگفتن لا يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، هرگز هیچ کسی وارد جنت نمیشود مگر اینکه یهودی باشد یا مسیحی باشد، گفتن این موضوع برای آنها بسیار سنگین بود. این موضوع گفتن این فتوای که اصلا شما لستم علی شیء، قل یا اهل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة والانجیل و ما انزل الیکم من ربکم، تا وقتی که حق اصل تورات و اصل انجیل رو باور نداشته باشید و به قرآن باور نداشته باشید، هیچی از شما پذیرفته نیست، اصلا قبول نیست کار شما. این مسیر انبیای الهی یک مسیر طولانی است، یکی پس از دیگری آمده اند، باید بعدی رو قبول کنید، چون بعدی ناسخ قبلی است، باید قبول کنید. نمیشه که شما این وسط یکی رو قبول کنید یکی رو قبول نکنید، نه شما باید قبول بکنید. لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة، اصل تورات رو ای یهودیان اگه شما باور می‌داشتید باید به انجیل ایمان می‌آوردید، و ای مسیحیان شما اگه اصل انجیل رو قبول می‌داشتید باید به قرآن ایمان می‌آوردید. لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة والانجیل و ما انزل الیکم من ربکم، آنچه بر شما نازل شده از سوی پروردگارتان قرآن، ولا یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا، اما ای پیامبر من بسیاری از اونها رو کفر و طغیانشون رو آنچه بر تو نازل شده بیشتر میکنن، انحادشون و حسادتشون رو قبول نمیکنن. الله مدار میفهمد یهودیان گفتن یهود مسیحی عددی نیست، مسیحیان گفتن یهود هیچ چیزی نیست. و هم یتلون الکتاب، در حالی که آنها میخواندن کتاب آسمانی رو، در حالی که هر دو گروه میدانستند، یهودیان میدانستند در تورات آمده است که باید به عیسی ایمان بیاورند بعد از او و به محمد بعد از عیسی علیه السلام، و در حالی که مسیحیان میدانستند که در انجیل آمده است که عیسی علیه السلام فرمود پیامبری بعد از من میاد که نامش احمد است. در سوره صف علیه مطال میفرماید عیسی و پیروان خود گفت این موضوع رو بعد با ایمان بیاورید. اینها میدانستند، هم یهودیان میدانستند که عیسی علیه السلام به انجیل بعد از آنها میآید بعد با ایمان بیاورند و نیاوردند، و هم مسیحیان میدانند و میدانستند که بعد از آنها بعد از عیسی علیه السلام رسول الله علیه السلام و قرآن میاد و باید به ایمان بیاورند. با وجود اینکه این چیزا رو میدانستند اما قبول نکردند و یکدیگر رو فقط تحریم کردند و تکفیر کردند. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. الله متعال میفهمد باز عجیب‌تر چی است. كذلك همچنین قال الذين، گفتن مثل اینها، قال الذين لا يعلمون، کسانی که هیچ نمیدانستند، ناآگاه بودن از کتاب‌های آسمانی، مشرکین قریش، مشرکین عرب هم یه چیزی مثل اینها میگفتن. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، کسانی که از هیچ چیز از همه جا بی خبر بودن، نه کتاب آسمانی داشتن، نه پیامبر اعتقاد داشتن، نه به کتاب آسمانی اعتقاد داشتن، اونها هم همین حرف رو میزدن در برابر مسلمانان. وقتی محمد مصطفی علیه السلام آمد گفتن که شما هیچ عددی نیستید، اصلا شما کافر هستید، این باور شما باور درستی نیست. مشرکین محمد مصطفی علیه السلام رو رد کردن، گفتن لستم علی شیء، شما برای چیزی نیست. الله متعال میفهمد همون کلامی رو که مشرکانی که نه کتابی داشتن، نه اهل کتاب بودن، نمیدونستن پیامبر الهی چیست، نمیدونستن کتاب آسمانی چیست، نه از این موضوعات آگاه بودن، جاهل بودن، لا یعلمون الذین لا یعلمون، قال الذین كذلك قال الذین لا یعلمون مثل قولهم، اونها کلامی گفتن که الان یهودیان و مسیحیان همین کلام رو میگویند. شما یعنی این که ای یهودیان ای مسیحیانی که شما کتابی دارید، برای شما شایسته نیست کلام کسانی را بگویید که نه کتابی داشتن، نه پیامبری داشتن، نه میدانستن پیامبر چیست، نه میدانستن کتاب چیست. شما مثل اونها شدید، شما مثل اونها رفتار میکنید. اگر مشرکین قریش رسول الله علیه السلام رو رد میکنند که قبل از اونها کتابی نداشتن که به اونها گفته شود پیامبری میاد با این صفات، شما دیگه چرا رد میکنید؟ در شما که دیگه در کتاب تورات و انجیل صفات پیامبر آخر بوده است، چرا رد میکنید؟ الله متعال میفهمه هر سه دسته مثل هم، اونها اینها رد میکنن، اینها اونها رد میکنن، اینها اونها رد میکنن و هر سه مسلمانان رد میکنن. فالله یحکم بینهم یوم القیامه، الله متعال یحکم بینهم، حکم میکند بین آنها یوم القیامه، روز قیامت، فیما کانوا فیه یختلفون، در آنچه که در آن اختلاف داشتن. در ادامه الله متعال
برای ما بعد از این ظلمی که یهود به نصارا کرد و نصارا به یهود میکردن و مشرکین باز با آنها میکردن و آنها به مشرکین، الله متعال از ظلم دیگری صحبت میفرماید از این ظلمی که این دوتا به هم کردن، بدتر از این ظلم سخنی که یهود بر نصارا گفت و نصارا بر یهود گفت، در حالی که اینها باید می نشستن کتابها رو حقیقتش رو باور می کردن، به پیامبر بعدی خود و کتاب بعدی خود ایمان می آوردن، اما این کار نکردن. بدتر از این ظلم چه ظلمی است؟ و من اظلم، و کیست ظالمتر ممن، ظالمتر از این کیست؟ اینجا استفهام انکاری است. و من اظلم، کیست ظالمتر؟ استفهام انکاری یعنی نیست ظالمتر. وقتی میگیم استفهام انکاری یعنی نیست. استفهام کیست ظالمتر در واقع می شود ظالمتر از این آدم وجود ندارد. و کیست ظالمتر ممن منع مساجد الله، از کسی که منع می کند مساجد الله متعال و یذکر فیه اسمه، از اینکه ذکر بشود در آن مساجد نام الله متعال. ظالم تر از کسی که انسانها را از رفتن به مساجد منع می کند کیست؟ و من اظلم. قبل از اینکه وارد آیه بشویم باز یک موضوعی را اشاره بکنم. در آیات قرآن کریم ما آیات مختلفی داریم. و من اظلم، فمن افترا، و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا، مثلا که کی ظالم تر از کسی که به الله متعال دروغ میبندد. اینجا میفهمند و من اظلم ممن منع مساجد الله، کی ظالم تر از اونی که منع میکند انسانها را از رفتن به مساجد الله متعال. و این تعابیر مختلف رو ما در آیات مختلف داریم و هر کدام معناش این هست که در بین دروغگویان، اونجایی که میفهمند و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا، در بین دروغگویان کیست ظالمتر از اون دروغگویی که به الله دروغ نسبت میده. باز در جای دیگری میفهمند و من اظلم ممن کتم شهادتا عنده من الله، کیست ظالمتر از اون کسی که کتمان میکنه شهادتی رو که نزد اوست از سوی الله متعال. معناش اینه که در بین کسانی که شهادت کتمان میکنن ظالمترین اینها باز اون کسی است که شهادتی که نزد اوست از سوی الله رو کتمان میکنه. در این آیه و من اظلم ممن منع مساجد الله، کیست ظالمتر از کسی که مساجد الله رو منع میکنه انسانها رو از ذکر الله، یعنی در بین ظالمانی که مردم را از یاد الله، ارتباط با الله منع میکنن، باز ظالمترین اینها اون کسی است که مساجد رو خراب میکنن و هیچ تناقضی بین این آیات وجود نداره. مثل این است که شما بگید در فلان رشته بهترین کیست، در فلان رشته بهترین کیست، در فلان رشته بهترین کیست یا بدترین کیست. اینها با هم تناقضی ندارد که برخی حالا فکر بکنن کشفی کردن در قرآن کریم که قرآن تناقض دارد و بعد میان میگن که ما آخر ظالمتر کی میشود، کدوم یک از اینا از همه ظالمترن. اصلا قیاس با اینها درست نیست. وقتی شما میگید بین دروغگویان بدترین دروغگو فلانی است، بین مثلا کسانی که دشمن آزادی هستند بدترینشون باز فلانی است، در بین انسان‌های فلان بدترینشون فلان است، خب در بین دزدها بدترین دزد این است، بین قاتل‌ها بدترین قاتل این است، در بین دروغگویان بدترین دروغگو این است. اینها قیاس اینها با هم درست نیست اصلا. شما هر کدوم رو جدا دارید بررسی می‌کنید. اینجا هم در قرآن کریم چون چندین تعبیر ما داریم و من اظلم فمن اظلم، هر کدام در اون مقام خودش. بین دروغگویان دروغگوترین کسی است که به الله متعال نسبت میدن دروغ. بین ظالمانی که منع میکنن آزادی‌های دینی رو، کسی که خون مساجد رو خراب میکنه. در بین کسانی که شهادت دروغ میدن بدترین کسی که به الله نسبت میده شهادت خود رو. خب آن اظلم ممن منع مساجد الله، کی ظالمتر از اون کسی که منع میکنه مساجد الله متعال رو، ان یذکر فیه اسمه، از اینکه در آن نام الله متعال گرفته شد، و سعی فی خرابها، کوشش میکنه سعی میکنه در تخریب مسجد. کسی که ظالمتر از این کیست؟ الله متعال میفرماید از اون انسانی که مسجد رو خراب میکنه، خرابی ظاهری یا خرابی معنوی. خرابی ظاهری تخریب مسجد است، ویران کردن مسجد است، آلوده کردن مسجد است و وارد کردن نجاست به مسجد است، نظافت نکردن مسجد است، هر چیزی که حتی بوی بد در مسجد، اینا همه مستاقهای خراب کردن مسجد است.
خرابی معنوی منع مردم از ورود به مسجد برای نماز خواندن است، منع علما از خطابت بر روی منبر است، منع دروس در مساجد است، منع حلقات درس در مساجد است، منع تلاوت در مساجد است. این خرابی معنوی است. الله متعال می‌فرماید مساجد الله، مساجد الله. مسجد رو در قرآن کریم هر جا ذکر کرده به الله نسبت داده. و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. مساجد از آن الله است، کسی غیر از الله متعال رو در آن نخوانید. انما یعمر مساجد الله، آباد میکنن مساجد الله رو کسانی که الله و روز آخرت ایمان دارن. اینجا میفهمند و من اظلم ممن منع مساجد الله. این نسبت مسجد محل سجده به الله متعال اضافی تشریفی است. مسجدها بیوت الله نامیده شدند، خانه های الله متعال روی زمین، آنچه که به الله متعال نسبت داده شده است. اگر پادشاهی وجود داشته باشه و پادشاهی قصرهایی داشته باشه، کی جرأت میکنه به قصرهای پادشاه نزدیک بشه، بی احترامی بکنه و حمله بکنه، وارد بشه؟ همین دور مالک الملک روی زمین خانه هایی دارد که به خود نسبت داده و آن مساجد هستند، مساجد الله، محل عبادت الله متعال. اینها رو الله متعال برای خود نسبت داده. اینها خط سرخند، اینها مکانهای مقدسی هستند. اینها رو در آیات و احادیث به اون بسیار تاکید شده. مسجد محلی است که مقدس است. مسجد خط سرخ است. اهانت به مسجد، توهین به مسجد، بی احترامی به مسجد، گستاخی نسبت به مسجد، گناه در مسجد، معصیت در مسجد. حتی رسول الله علیه السلام وارد مسجد یک روزی دید آب دهنش رو انداخته، چنان ناراحت شد از این لحظه. احترام مسجد واجب است، یک وظیفه دینی است. اینها مقدسات هستند. نظافت مسجد، آبادانی مسجد و چقدر تاکید شده روی ساخت مساجد، آبادانی مساجد. و رسول علیه السلام فرمود کسی که خانه‌ای برای الله بنا کنه، الله متعال برای او قصری در جنت بنا میکنه. و فرمود حتی کسی که خانه‌ای به اندازه یک لانه پرنده‌ای بنا کنه، اینقدر، این مسجد بین اندازه که نمیشه داخلش نماز خوند، اما با اون وجود اشاره به تاکید به این موضوع است که ولو اینکه انقدر کوچک هم باشه این مسجد، انقدر یک وجب جام که باشه، باز هم بسازید. انقدر تاکید کرده درباره مساجد و احادیث در این باب زیاد است، فراوان است. احترام مساجد واجب شرعی است. ایمان به مساجد، ایمان به این آیات واجب شرعی است که مسجد خط سرخ است. ظالم ترین انسان ها کسانی هستند که مردم را از رفتن مسجد منع میکنند. رئیس جمهورهای، پادشاههای، حاکمانی، ظالمانی که مردم رو نمیذارن مسجد برن. ظالمتر از این انسان کیست که مردم رو نمیذاره وارد مسجد بشه؟ سن تعیین کردن برای وارد شدن مسجد. جوانان از این سن تا این سن حق ندارن، زنها حق ندارن، مردها از این سن تا این سن حق ندارن، فلان گروه حق نداره، فلان جمعیت حق نداره. لیست درست بکنن برای بررسی کسانی که وارد مسجد میشن، کی وارد مسجد میشه، کی وارد مسجد نمیشه. ظالمتر از اینها کیست؟ الله متعال ظالمترین انسان ها هستند. و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعی فی خرابها. و تلاش میکنه که خراب بکنه، ظاهری و یا معنوی. اولئک ما کان لهم من یدخلوها الا خائفین. این ظالمانی که این گونه رفتار میکنن با مساجد، اولئک ما کان لهم من یدخلوها الا خائفین، حق ندارن که داخل شوند. ما کان لهم، حق ندارن، این حق برای آنها نیست که داخل شوند ان یدخلوها الا خائفین، مگر اینکه با ترس و لرز. یعنی اینکه ای مسلمان ها اجازه ندید به انسان ظالم مستکبر که به راحتی وارد مسجد شما شود، تعیین تکلیف بکنه برای شما. اجازه ندید که یک ظالم مستکبر در مسجد شما را ببندد. اجازه ندید که خراب کنه مسجد شما را، چه ظاهری چه معنوی. اجازه ندید. یعنی اینکه نباید اجازه بدید. نباید اجازه بدهید به انسان ظالمی که وارد شود، خرابکاری بکنه. انسان ظالم باید بترسه از این که وارد این مسجد بشه و خرابکاری بکنه، از اینکه تصمیمی بگیره درباره مسجد که سبب خرابی ظاهری و یا معنوی او بشود. باید طوری رفتار کنید که مردم بترسن درباره مساجد این رفتارها رو نکنن. کی ظالم‌تر از اون کسی که مساجد الله متعال رو خراب میکنه؟ ظالم‌تر از اینها نیست. اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین. یعنی انسان‌های مسلمان اجازه ندید مساجد شما به دست ظالمان بیفتند. مساجدتون رو آزاد بکنید از دست ظالمان، از دست مستکبران، از دست کفار و مشرکین. این دستوری است به همه مسلمانان تا مساجد خود را آزاد بکنند. و در رأس همین مساجد مسجد الاقصی و مسجدهای دیگر است. این آیه وقتی نازل شد، در شأن نزول این آیه گفتن
درباره مشرکان قریش نازل شد که من میکنن مسلمانان رو از وارد شدن به مسجد الحرام و دیدیم که چگونه من کردن. چندین داستان در این باره ذکر میشه. معروف ترینشان حکایت صلح حدیبیه است که من کردن رسول الله علیه السلام رو از وارد شدن به مسجد الحرام و طواف عمره. الله متعال فرمود که انسان‌های ظالم اجازه ندید مسجدهای شما به دست ظالمان بیفتند. دفاع کنید از مسجد خودتون. مسجد است. اجازه ندید در مسجد فسق و فجور انجام بشود. مسجد رو تبدیل بکنن به رقاصخانه، مسجد رو تبدیل بکنن به یک شیء دیگری. مسجد، زمین مسجد وقتی وقف می‌شود برای مسجد، تا قیامت این زمین وقف مسجد است. باید مسجد ساخته شود. فقط مساجد خط سرخ هستند، مقدس هستند. دفاع کنید از مساجدتان. ای مسلمانان، ظالم نباید انقدر جرأت پیدا بکند که بتواند به راحتی وارد مسجد شما شود، سبب ویرانی مسجد شود، من بکنه آنچه را که سبب آبادانی مسجد است. این اجازه را نباید بدهید. چرا میگذارید که ظالم انقدر رشد بکنه تا درباره مساجد شما تصمیم بگیره؟ اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین. اینها باید فقط با پیمان صلح، فقط با اجازه شما، فقط با یک قراردادی جرأت بکنن نزدیک بشن به این مساجد. باید بترسن اگر من درباره این مسجد تصمیم گرفتم فردا حکم من به باد میرود، ملک من به باد میرود، مردم برای من شورش میکنن. دفاع کنید از مساجد. اجازه ندید مساجد شما به این راحتی خراب شود. لهم فی الدنیا خزی. کسانی که این صفات رو دارن، الله متعال میفرماید لهم فی الدنیا خزی. کسانی که مساجد رو تخریب میکنن، منع میکنن مردم را از رفتن مساجد، تخریب ظاهری یا تخریب باطنی میکنن، کسانی که دشمنی میکنن با مساجد الله متعال، لهم فی الدنیا خزی، در دنیا اینجا خاری دارن، و لهم فی الاخرة عذاب عظیم، و در آخرت عذاب عظیمی سراغ آنها خواهد آمد. الله متعال میفرماید هر کسی که بی احترامی بکنه مسجد حرمت داره. در مسجد وقتی وارد میشیم حرمت مسجد رو رعایت بکنیم. داخل مسجد عزیز نشسته گوشی موبایل دستشه، داره عکس میبینه، داره فیلم میبینه. در نماز خطبه جمعه نشسته داره با گوشی خودش بازی میکنه. این گوشی ها مصیبت شده، بلا شده برای ما. در مساجد حرمت مسجد رو رعایت کنیم. حرفای بی اضافی، صحبت‌های اضافی، صحبت‌های بی مورد درباره این چیزها در مسجد انجام ندیم. مسجد از خودش یک حرمتی داره، یک قداستی داره، یک جایگاهی است که در اونجا ذکر الله است، یاد الله است. در مساجد خنده‌های بیجا، شوخی‌های بیجا در وقت خطبه، در وقت نماز، اینها رو باید رعایت کرد. حرمت مسجدهای خودمان رو باید رعایت بکنیم. مسجدها باید آباد باشد. در مسجد فقط جای نماز نیست، مسجد محرقات درس است، مرکز تعلیم است، مرکز تدریس است. کودکان خودمون ببریم، بچهای خودمون رو ببریم، بله رعایت بکنیم، نظافت مسجد رعایت بشه. کودکانی که نمیتونن نظافت رو رعایت بکنن اونها رو سعی بکنیم که نبریم، اما کودکانی که به سن رسیدن که میتونن خودشون رو کنترل بکنن، کودکان رو ببریم مسجد، آشنا بشن با فضای مسجد. من نکنیم کودکان رو از مسجد، من نکنیم زنان رو از ورود مسجد. بگذاریم در راه رو باز بگذاریم، مردها بیاین، زنها بیاین، کودکان بیاین، آشنا بشن با مسجد. هر نسلی که جلو ایستادن نماز میخوانن و صدای کودکان خود رو در مسجد نمیشنوند، اینو نباید انتظار داشته باشن که فردا این صفها رو کودکان اونها پر بکنن. مساجدمون رو آباد بکنیم و اجازه ندهیم که مساجد ما رو از ما بگیرن. مسجد باید آباد باشه. روزی 5 بار جماعت در مسجد، تاکید به نماز جماعت در مسجد به خاطر جایگاه مسجد است. اولین کاری که رسول الله علیه السلام در مدینه منوره میکند، بعد از ورود در منطقه قبا مسجد میسازد، بعد از ورود به شهر مسجد میسازد. مسجد نبوی در قلب مدینه منوره مرکزی است که تنها فقط برای عبادت نیست. مسجد مرکز عبادت بوده است، مرکز تعلیم و درس بوده است. تا امروز در مسجد نبوی شریف حلقات درس فراوانی است. دانشگاهی آنجاست، دانشگاه اسلامی مسجد نبوی. حلقات درس بوده است، محل آمادگی لشکرها بوده است، محکمه رسول الله علیه السلام در مسجد بوده است، بیمارستان رسول الله علیه السلام در مسجد ساخته شده است، محل ملاقات رسول الله علیه السلام با سفیران که از جاهای مختلف می آمدند در مسجد بوده است و مسجد یک مجموعه کاملی از ادارات مختلف رو در خود داشته است. مسجد مرکز قلب جامعه امت اسلامی بوده است و مساجد باید آباد باشد. اجازه ندید نقش مساجد کمرنگ بشه. مسجد فقط این نیست نماز خوانده بشه درش قفل بشه بره، نه، مسائل امنیتی باید رعایت بشه، برای نظافت باید رعایت بشه، برای آبادانی مساجد ظاهری و باطنی. آبادانی ظاهری، رسیدگی به بنای زیبا، بنایی که محکم باشد، امکاناتی که باید باشد، نظافت مسجد، فضای مسجد، گرما و سرمای مسجد
و غیر از اون موضوع امکاناتی که در مسجد هست و کلاس هایی که در مسجد برگزار میشه، حلقات درس، کلاس های عقیده، کلاس های اخلاق، کلاس های تجربه توجیهی برای کودکان، برای بزرگسالان. مسجد باید آباد باشه، مسجد باید فعال باشه و خطبه های نمازهای جمعه و نقش ائمه مساجد، همین ها خیلی میتربط که دربارش صحبت بشه. و وقت برنامه به پایان رسید و همینقدر اکتفا میکنیم. در جلسه دیگر به آیه بعدی میپردازیم که مرتبط به این موضوع است، اما چون وقت به تمام رسید فرصت نیست که اون هم توضیح بدیم. ولله المشرق و المغرب فاینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم. هم موضوع بسیار مهمی در اون آیه و آیات بعدی است که ان شاء الله در جلسه دیگر به همراه شما سواران به آن خواهیم پرداخت. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از همه شما سواران تشکر و سپاس دارم. تا دیدار دیگر همه شما رو به علامتان میسپارم. الله یار و نگهدارتان باد. عزیزانی که مایل به دریافت این برنامه جهت پخش در کانال‌های خود هستند، با راه‌های ارتباطی زیر مکاتبه نمایند.